السلام علیکم دامنای عزیز. شکر خدا را میکنیم که چنین پیشوا داریم. بعد همین سوالهای ما جواب گردانید. زنی که در حیض بوده، مرد میتواند با همین زن با طرز مالیش شهوتش را پس کند. که اگر زن در حالت حیض، در حالتی که کسل 3 روزه است یا از او زیادتر است، یعنی خون میبیند، اگر کدام مردی که در حالت حایض بودن زن با زن نزدیک می شود یا کسی که با غیر موضع تولد در دیگر موضع های زن استفاده می برد، فقط کفر بما انزل علی محمد، با خدا قسم که وی به قرآن کافر است. پیغمبر می گوید که با تحقیق کافر است با آن کتابی که بر محمد نازل شده است. این کتاب چی است؟ این قرآن کریم است. با این کتاب کافر است جوانی که زن در حالت حیضش یا زن در غیر موضع حاصلش با او خانه‌داری میکند. حتی در این حدیث کلمه کاهن هم استفاده کردیم که این لفظ پیغمبر ما توانیم که برای کسلی زنانه نشدن دارو استفاده بریم. یعنی زنا کسلی زنانه دارن، خب برای خاطری که در رمضان مقصد بیمار نشوم. شما میدونید که کسل زنانه کمترینش 3 روز است، اکثرش 10 روز است. مقصد در همین ماه من بیمار نشوم گفته داروها هست استفاده میبرند، همون پیش راهی گویم رحم زن میگیرد و این ماه وی بیمار نمیشود. خدا رحمت کند صاحب فتاوای محمودی را خدای نظر که از دارالعلوم زاهدان جمع مولوی ها همگی کتاب درست کردن، از تمام حدیث های پیغمبری خدا جمع کردن. حضرت در کتابش بیان میکند که اگر همین داروی استفاده میبرد همین زن، اگر به جسم او ضرر نآرد، درست است در رمضان دارو استفاده برد تا که بیمار نشود. درست است، فقط اگر در جسم او در جان او همین دارو ضرر نآرد، برای خاطر رمضان استفاده بردنش درست، برای پیشگیری برای کسل حیض. حتی که خدا رحمت کند علمای ما و شما برای موسم حج هم زنها را اجازت دادن که مقصد حج می روند، برای طواف خانه کعبه را در حالت حیض کردن که وارد مسجد ممکن نیست. اول سلام اکای حاجی مرزا، من یکی از مخلصان شما، خدا علم شما را زیاد کند. همسایه می بیند که من به نماز جمعه می روم، خدا قبول گرداند. از من التماس کرد که از شما خواهش کنم که جواب همین واقعه پسرش که پیش از نکاح و توی با کلینش کرده است جواب گویی. وقتی شب توی نکاح کرده میارن، بعد میفهمیم که کلین 3 ماه حامله دار است، بعدا از 6 ماه پسر تولد کرده است. از شما حاجی محترم خواهش میکنم که جواب این را پر رسانید. با احترام مخلصان شما. البته یعنی این جوانی که پیش از نکاح، پیش از توی با این زن یک جایه شدند و گوییم که از این جوان این زن صاحب 3 ماه حامله دار شدند، خب نکاح اینها درست است. وقتی نسب معلوم باشد، مقصد همون زن پرسند که همین شکمت از کی است، گوید که از فلانی است. کسی دیگر همراه نیست؟ نه، کسی دیگر همراه نیست، فقط از فلانی است. پس شریعت اجازت میده که با فلانی نکاح کرده دهینش. خب و خانه‌داریش هم تا وقتی تولد کردنش اجازت میدهد. لیکن وقتی نسب معلوم نباشد، مقصد زنی بود که با 10 جوانها رسیدگی هست، ویا نکاح کردنش درست است، لیکن شخصی که ویا نکاح کرده میگیرد تا وقتی تولد با وی نزدیکی کردن نمیتواند، فقط نکاحش درست میشود. از این خاطر این فرزندی که از این جوان به دنیا آمده است، یکمش حرامی است، ایرا ولد زنا میگویند، زیرا که به نکاح دست درازی کرده است و این فرزند در شکم این زن پیدا شده است. ایرا حکمش ولد زنا است. این حتی پیش در آمدنش اجازت نمیدهد شریعت. برای چی؟ برای بدبختانه رفتار کردن این پدر و این مادر. این فرزند در دنیا گوییم سبب بدگمانی و سبب گوییم که در شک و شبهه پیدا شدن دل بندگان خدا پیدا شد. یعنی سبب گناهکاری این پدر و این مادر است. این جوان هیچ عیبی ندارد، فقط که نام این بیچاره ولد زنا است، از حرامی تولد شده است.
السلام علیکم برادر حاجی مرزا. ولی این جوان که گرفته است، لیکن بسیارها میآید میگوید دخترها حتی مراجعت میکنن، خانه میآیند که مثال با فلانی یک جایه شدیم، 1 ماه 2 ماه شد یا 3 ماه شد، رفتیم ابورت کردیم و فلان و فلان کردیم. امروز این شم رواج دارد. خدا دانا است، باور کن اکثریت جوانهایی که زن میگیرن خدا دانا است که دختری بیکر بیابند. با بعضی گویم که عمود طبیبای بی انصافی هستند که پیش از مثال به شوهر برآمدن دخترها اونها را گویم همچون دختر میکنن و بعد در دست شوهرشان میتیند. این خیلی بی انصاف ها هم وجود دارند. عزیزم میگویم که مقصد یک باره که طلاق دادن بازگشته و 3 طلاق گفتن، این روایت دارد. فقط روایت در دست من نیست، میتوانین که رفته در مفتیات مراجعت کنین، انشاءالله برای شما روایت میابند. لیکن گفته همون تاجیکای ما و شما هوشتانه به سر گیرین. در زندگی بسیار خطری گویم، خیلی چیزی نازک است، بسیار اهمیت دهید. انشاءالله همین احترام شوهر را کنین، شوهر خواهی نخواهی احترام شما را میکنن. دوست میدارم که در همه عائله احترام شوهر و احترام زن وجود داشته باشد. انشاءالله از بین اینها بعد چی میشود؟ فرزندای خوب به دنیا می آید. و الا اگر در بین شما این گونه جنگ و جنجال و طلاق کردن و نافهمی ها باشد، یقین است که از وجود شما فرزندای خوب به دنیا نمی آید. خواهر عزیز، انشاءالله از این صحبت های من شاید هیچ کس ملال نمی شود. صحبت های هست که همه سرشار احادیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، فقط به فایده شما هست، فقط به فایده همه ما و شما هست. ممکن نیست. جمعه گذشته من در اطراف سلام برای شما گفته بودم که سلام میدهم، سلام دادن چگونه هست، باید چگونه سلام دهی، و در باب قهری که امروز برادرای ما و شما قهری هستند با یکدیگر، شرم نمیکنند، هر دو نماز میخوانند، هر دو در یک محله زندگی میکنند، هر دو در یک طبق نان میخورند، لیکن با یکدیگر قهری هستند. خواستم در اطراف همین با شما صحبت آراسته کنم. حبیب خدا میگوید لما خلق الله تعالی آدم فقال اذهب فسلم على هؤلاء النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. حبیب خدا میگوید وقتی خدا آدم آفرید، بابای آدم میگویم حضرت آدم علیه السلام، اولین آدمی را که خدا آفرید، وقتی آفرید بعداً با این آدم چی گفت؟ اذهب فسلم على هؤلاء نفر من الملائکه جلوس. همون جمعیتی که نشستن دیدی گفت. حضرت آدم نگاه کرد که یک جمعیت مثل همین مسجد ما و شما پوری آدم، پوری همین تا گویم یک مخلوقای خدا. گفت دیدم، گفت همه اون ملائکه هستن، گفت اونا ملائکه هن. فسلم، رفته به اونها سلام بده، لیکن گوش انداز که وقت سلام دادی چی جواب میگیری، زیرا این که جواب او جواب هست که باید به تمام فرزندهای تو انا همین گونه سلام و انا همین گونه باید جواب باشد. حضرت آدم میگوید آمدم نزد ملائکه ها آمدم. بعدن چی گفت؟ السلام علیکم. حضرت آدم به همون تمام ملائکه ها بعد سلام داد، السلام علیکم. ملائکه ها همه گوش داشتند. فقالو السلام علیک و رحمت الله.
فزاده رحمت الله. شارح‌های حدیث میگویند میگه وقتی آدم گفت السلام علیکم به صیغه جمع، علیکم بر شما، سلام بر همه شما باد، حضرت آدم گفت از طرف ملائکه ها چی جواب آمد؟ السلام علیک و رحمت الله. ببین حضرت آدم یک کس کی بود، علیکش گفتن، اونا جواب گفتن سلام بر تو باد و رحمت پروردگار به تو باد. جواب انا همین است، سلام انا همین است. السلام علیکم جواب چی باشد؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اگر چند البرکات من در آینده حدیث دیگر در برای شما بیان میکنم، لیکن از جانب ملائکه فقط همین قدر آمد، و علیک السلام و رحمت الله، السلام علیک و رحمت الله. این جوابی بود که از ملائکه ها